بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. فرا رسیدن ماه پربرکت و ماه پرغنیمت، ماه عبودیت و بندگی، ماه وصال به درگاه احدیت و ماه تمام زیبایی ها، ماه خوبی ها، ماه نزول قرآن، ماه رحمت پروردگار، ماه آمرزش گناهان، ماه باز بودن درهای بهشت، ماه بسته بودن درهای جهنم، ماه در غل و زنجیر بودن شیطان و شیطان صفتان، ماه تعالی، ماه عروج، ماه محبت، ماه دوستی، ماه همیاری، ماه شریف رمضان را تبریک عرض می کنم و از خداوند تبارک و تعالی ملتمسانه و متضرعانه درخواست می کنم که این ماه را در واقع و حقیقتاً برای همه مسلمین و خاصتاً برای مؤمنین مایه برکت، رحمت، مغفرت و سبب عاقبت به خیری و آمرزش قرار بدهد. من میخواهم روی همین کلمه برکت تأمل داشته باشیم. وقتی در زبان عربی کلمه برکت، مبارک، برکه و مثل اینها مشتقات این کلمه استفاده می شود به معنای خیر کثیر، یعنی خیر فراوان، خوبی و نیکی زیاد معنا می شود. در قرآن کریم چندین چیز برکت نامیده شده است. مثلا قرآن کریم خودش کتاب مبارک نامیده شده است، چون قرآن کتابی است که خیر بسیار زیاد دارد و خیر او به همه جامعه انسانی میرسد. ماه رمضان، شب قدر نیز مبارک نامیده شده است. انا انزلناه فی لیلة مبارکه در سوره دخان. یعنی ما این قرآن را در شب با برکت که شب قدر باشه و در ماه رمضان قرار دارد نازل کردیم. یعنی کارهایی که در این شب، اعمال خوبی که در این شب انجام می شود، خیر بسیار زیاد و خوبی بسیار زیاد و نیک و ثواب و اجر فراوان دارد. یا خداوند تبارک و تعالی از بعضی از پیغمبران به عنوان انسان‌های با برکت نام میبرد. هرچند همه پیغمبران انسان‌های با برکت بودند، ولی خداوند به طور خاص بعضی پیغمبران را به عنوان پیغمبران مبارک ذکر میکند. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که به صورت معجزه آسا تولد میشوند، مادرشون حضرت مریم او را در دست میگیرند و به پیش مردم میآیند و وقتی که از مادرش میپرسند که تو چگونه فرزنددار شدی در حالی که شوهر نداشتی، پدر تو انسان خوب بود، مادر تو انسان نیک بود، چگونه تو دست به این کار زدی؟ نعوذ بالله گمانهای تهمت در ذهن مردم به وجود آمده بود. حضرت مریم هم به دستور خداوند به حضرت عیسی که نوزاد چند روزه بود اشاره کرد، گفت از خودش بپرسیم. حضرت عیسی علیه السلام در جواب جملاتی را بیان کردند که قرآن کریم از زبان او نقل میکند. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت. حضرت فرمودند که من را خداوند بنده خودش آفریده است و
من مایه برکت و سبب خیر برای مردم هستم. در هر کجا که باشم، در این شهر باشم، در دیگر شهر باشم، در دنیا باشم، در آسمان باشم، در زمین و در آسمان مایه خیر و برکت برای مردم هستم. پس ماه رمضان ماهی با برکت است. قرآن کریم کتاب مبارک است. پیغمبران انسان‌های با خیر و با برکت هستند. باید ما هم تمام تلاش خود را بکنیم که نه تنها به دیگران و به خود ضرر و زیان نرسانیم، بلکه سبب رساندن خیر و نیکی و لطف و مهر و خوبی باشیم. خیر و برکت ما میتوند اولا به خود ما بر بگردد. انسان چگونه به خودش میتوند خیر برساند؟ چگونه میتوند برای خودش سبب برکت بشود؟ با دوری از گناه. انسان وقتی که گناه میکند یعنی ظلمی به نفس، فلا تظلموا انفسکم، یعنی ظلمی به نفس نکنید، یعنی گناه نکنید. وقتی انسان تزکیه نفس میکند، دست از گناه میکشد و به خوبی ها رو میآورد، در واقع این انسان انسانی هست که خیرش اولا به خودش رسیده است. خداوند در چندین جای قرآن میفرماید که مردم شما به خودتون ظلم نکنین. این گناه هایی که میکنین فکر میکنین ضررش به دیگران میرسد؟ نه، این ضرر و این زیان و جزای این به خود شما میرسد. پس انسانی که بخواهد به خودش خیر برساند و انسانی با برکت باشد، اولا از گناه دوری میکند و با توبه کردن و با آمرزش خواستن گذشته خود را جبران میکند. انسانی که گناه میکند به خودش ضرر میرساند. انسانی که گناه میکند خود را فریب میکند. انسانی که گناه میکند خود را از رحمت خداوند، از مغفرت خداوند محروم میسازد. به همین خاطر ما تلاش بکنیم که در همه حیات زندگیمون، به خصوص در ماه شریف رمضان، از گناه دوری بکنیم و به این صورت انسانی با برکت باشیم، در راه و در مسیر پیغمبرا باشیم، در راه قرآن باشیم و واقعا رمضانی باشیم. دوم، خیر و برکت برای خانواده و اهل و عیال باشیم. یعنی انسان در زندگی خودش به خصوص در ماه شریف رمضان باید تلاش بکند که با اخلاق حسنه، با رفتارهای نیک به خانواده، به زن و فرزندا و زنها به شوهر و به فرزندا، به پدر و مادر، به نزدیکان، به برادران، به خواهران خودش خیر برسونه. در حق اونها دعا بکنه. اگر نیازمند هستند دستی اونها را بگیره. خلاصه اگر هیچی از دستش نمی آید، از دستش اگر کاری ساخته نباشد، حداقل با اخلاق خوب، با رفتار نیک اونها را از خود راضی نگه بدارد. احسان به پدر و مادر، دعای پدر و مادر را گرفتن، اگر از دنیا گذشتن در حق اونها دعای خیر کردن، صدقه دادن، افطار دادن، اینها میتواند سبب خیر و برکت ما به خانواده و اهل و عیال می شود. مرحله سوم، رساندن خیر و برکت به دوستان و آشنایان و خویشاوندان. انسانی با برکت انسانی هست که نیکی او، خوبی او و احسان او به همه می رسد. انسان نباید بخیل باشد، نباید فقط در فکر خودش باشد، نباید خویشاوندان، دوستان، نزدیکان را فراموش بکند.
بعضی وقت انسان‌ها این امتحان الهی است. انسان‌های پولدار می‌شوند، انسان‌های مقامدار می‌شوند، انسان‌های دستشون بازتر می‌شود و یک گروهی هم از دوستان و از خویشاوندان و از نزدیکان و همسایگان ممکن است که در شرایطی پایین‌تر باشند. انسانی که بنده حقیقی خداست، انسان قرآنی، انسان رمضانی، انسان پیرو پیغمبران، دیگران را فراموش نمی کند. به همین خاطر ماه رمضان فرصتی هست که ما اگر مالی داریم به زکات میرسد، زکات خود را جدا بکنیم، به نزدیکان اولا، به دوستان، به خویشاوندان برسونیم. اگر این توفیق را نداریم که مالمون به زکات و به وجوهات شرعی برسد، حداقل از صدقه و از دستگیری خویشاوندان خود را محروم نکنیم. حداقل خوبی که ما میتونیم در ماه شریف رمضان بکنیم، اگر از جهت مالی هم که زورمون نرسد، حداقل صله رحم بکنیم، خویشاوندان را از احوالشون باخبر بشیم، با اونها سر بزنیم، از احوال اونها پرسجو بکنیم و این خودش میتونه سبب خیر و برکت باشد. وقتی انسان کار خیر میکند، کار با برکت میکند، با این طریق رحمت خدا را، مغفرت الهی را به سوی خودش جلب میکند و خود را در زیر باران رحمت الهی قرار میده. همچنین همسایگان، همشهریان، هر کسی که در گردن ما حق دارد، اونها را نباید ما فراموش بکنیم، از احوال اونها با خبر بشیم. در روایت هست که انسان ایمانش کامل نمی شود مگر اینکه در یاد و در فکر همسایه های خودش باشد. حتی در روایت هست که اگر انسان در خونش اوقات درست میکند، غذای آماده میکند که بوی او به همسایه ها را میرسد، حتما از اون غذاش یک مقدارم کشیده است و همسایه هاش برسوند. خب همچنین ما تلاش بکنیم که در این ماه شریف رمضان به هر کسی که محتاج است، به هر کسی که نیازمند است، چه آشنا باشند، چه دور باشند، چه همشهری ما باشند، چه همشهری ما نباشند، اونها رو فراموش نکنیم. فقیرها، مسکینها نماینده های خداوند تبارک و تعالی در روی زمین هستند. وقتی دستی اونها را ما بگیریم، در حقیقت رضایت خدا را به دست آورده ایم. همچنین تلاش بکنیم که گذشتگان ما، پدران و مادران اگر در قید حیات نیستند، باباها و اجداد ما، اساتید ما، معلمین ما، هر کسی که خوبی آنها به ما رسیده است و هر کسی که فایده در دنیا به ما رسوندند و هر کسی که حق به گردن ما دارند، تلاش بکنیم که برای آنها که امروز دستی آنها از دنیا کوتاه است، امروز آرزو میکنند که ای کاش یک لحظه در دنیا باشند، از برکات ماه رمضان استفاده کنند، دیگر دستی آنها کوتاه است. ما تلاش بکنیم که خیری برای آنها انجام بدهیم، با دعا کردن در حق آنها، دعای خیر کردن، برای آنها صدقه دادن و برای آنها کارهای نیک کردن. اینها سبب می شود که انسان شادی روح گذشتگان را به دست بیارد. و هر حال در این ماه شریف رمضان، ماه خیرات، ماه برکات، ماه مغفرت، ماه آمرزش گناهان، تلاش بکنیم که با استغفار کردن، با روزه خوب گرفتن، با نمازها را سر وقت و با حضور دل خواندن. حتما نمازهای ما باید در ماه رمضان با دیگر ماها دیگرگون باشد، فرق بکند، بهتر باشد. با تلاوت قرآن کردن، حداقل هر مسلمان لازم است که حداقل یک دوره کامل قرآن را با فکر، با اندیشه، با تدبر بخواند. و امروز ما هیچ بهانه‌ای نداریم. اگر کسانی که توفیق ندارن که قرآن را خونده بتونن، یعنی توانایی خوندن قرآن را ندارن، حداقل یک دوره کامل قرآن را گوش بکنن، هر روز یک پاره
قرآن کریم رو از اول تا آخر گوش بکنن. ترجمه های امروز با خطهای زبان های گوناگون نوشته شده است، از اونها استفاده بکنن. از افطار دادن حتی به اندازه یک دانه خرما، یک کاسه شربت، یک پیاله شیرینی و آب گوارا غفلت نکنیم. ثوابی دارد بسیار بسیار تعریف شده در احادیث پیغمبر اکرم. از هر کاری که مستحب است و ثواب است تلاش بکنیم که غفلت نکنیم، بسیار انجام بدهیم. و همچنین همون گونه که قید شد، صله رحم هم در این ماه شریف رمضان بسیار خوب است. نوافل را بجا بیاریم، خصوصا نماز شب و نماز تهجد را در ماه شریف رمضان امتحان بکنیم. از لذت و از شیرینی و از شهد نماز شب در این ماه شریف رمضان بهره‌مند بشیم، بچشیم. و صدقه دادن برای شادی ارواح گذشتگان رو فراموش نکنیم. خلاصه هر کاری خیری که در ذهن میرسد، از صحبت‌های علما میشنویم، خودمون در تلاوت‌های قرآن کریم با اونها روبرو میشیم، تلاش بکنیم که حداقل یک بار، هرچند کم هم باشد، با اخلاص در ماه رمضان انجام بدهیم، چون ماهی با برکت است. اگر کار خوبی در این ماه ما انجام بدهیم، هزاران هزار بار ثواب بیشتر نسبت به سایر و دیگر ماه‌ها برای ما نوشته می شود و ذخیره آخرت ما خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی این ماه شریف رمضان را به همه ما ان شاء الله مبارک بگرداند و سبب مغفرت گناهان ما و سبب تکامل روح ما و سبب سلامتی جسم ما قرار بدهد. این روزها در عالم گرفتاری این بیماری که آمده است، همه دعا بکنیم که انشاءالله خداوند همه بشریت را، به خصوص مسلمان ها را، از شر این بیماری انشاءالله به حق رمضان، به حق صفات خودش، به حق اسماء حسنای خودش، خداوند انشاءالله همه مردم را از این بیماری نجات بدهد و بیماری ها را انشاءالله شفای کامل عاجل عنایت بکند و اونهایی که سالم هستند خداوند در حفظ و پناه خودش نگهبان باشد. خداوند قلب های همه مسلمین را با نور قرآن، با نور خودش منور بکند و عاقبت همه ما را ختمی به خیر بگرداند. غفر الله لنا و لکم